خوب بودم که زنگ تلفنی شد که یک دوستمان خانم دست به خودکشی زده است. خیلی غمگین شدم و میگم که نامرد میحسابم کسی رو که در دشواری های زندگی طاقت کرده نمیتواند. چه خیلی که زندگی رو لحظه خوبش رو دوست میداریم، معاش گرفتن، صاحب پول شدن، این و آن آرزوها، پس این رو هم باید طاقت کرد. زندگی پستی و بلندی ها دارد، همه میدونند. حتی بیبیان و بابایان میگویند سنگ وزین آب نبرده. صبور باشید. نزد حکیم شخصی اومد گفت که معما دارم، این و آن، بسیار شکایت کرد، میخوام دست به این زنم. گفت وقتی به دنیا آمدی این معما رو داشتی؟ گفت نه. گفت وقتی که بروی به خود میبریشون؟ گفت نه. پس چرا غمگینی؟ گفت از خدا کمک طلب کن. گفت خداوند هیچ کس را به قدر ناتواناییش امتحان نمیکند. در زندگی باید صبور باشیم. معنی زندگی همین است. لیکن باز میگم نامرد کسی که دست به این کار میزند. نه خلاصایی نیست دوستان.